فشاری که لنگی‌ها از صعود استقلال و حذف پیروزی میخورن. گوه تو دهن کمیته داوران، گوه تو دهن تاج و خاندانش. هر بازی پرسپولیس پایین شونه بنده حرومزاده بازی داره. تو هر یه بازیکنش اخراج میکنه. چطوریه؟ چه اخراجی بود آخه؟ خاک تو سرت رضا درویش که نمیتونی حق پرسپولیس رو بگیری. گوه خوردی تو مدیر عاملی بودی، بیا گم شو. زیاد فشاری نشید. به هنگام خواب مقداری لیموش یافت کنید تا تنتون مثل پدرتون سالم باشه. سپس به دنبال دانش بدوید وگرنه که ذکی. به 10 نفره شدنتون جلوی سپاهان معترضید در حالی که 11 نفره هم حریف سپاهان نشدید، ولی نساجی 9 نفره حریف شما شد. تا همین الانش هم صدقه سر داورا بوده که بالای جدولید. مثلا اونجا که انقدر تابلو براتون در آوردن هنوز سوت پایان بازی رو نزده حکم محرومیتش اومد. درویش هم ترکیبش مشخصه، فقط کافیه بیاد بگه اینا نمیخوام ما قهرمان شیم. دوست ندارن ما قهرمان بشیم. ناگهان با گل آفساید قهرمانتون میکنن.